سلام علیکم خدمت بینندگان محترم برنامه انتخاباتی میز دو. خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با نام یاد خدا برنامه رو شروع میکنیم. خب همونطور که مستحضرید امروز یکی از نامزدهای انتخاباتی فدرال آمریکا میخواد وارد برنامه ما بشه. بله، اون آقا کسی نیست جز دونالد ترامپ. تر خوش آمدید. ببخشید ترامپ با خوش آمدید به برنامه ما. واقعا قدم رنج فرمودید آمدید. آقای ترامپ بگی سلام علیکم. از خدمت بینندگان بفرمایید. خدمت مردم آمریکا و علل خصوص شما مجری گرامی. همین صحبت دیگه ندارید با مردم. واقعا این آقا مردم پرسته، فقط سلام میکنه، خداحافظی، هیچ گفتگوی دیگه بلد نیست. خب آمادید آقای ترامپ؟ بله. بریم سراغ سوالات برنامه. خب همونجور که مستحضر هستید این سوالاتی که من میخوام بپرسم و مردم عزیز از قبل از ما پرسیده بودن. بله. خب سوال اول، شما دوره قبلی هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کردین و برنده هم شدین. الان هدفتون آخه یه آدم یه بار رئیس جمهور بشه به نظر شما اندازه نیست؟ خب شما دفعه قبلی رئیس جمهور بودید اصلا، چرا دیگه دوباره اومدید اینجا نامزد شدین؟ بله، ما 40 سال پیش با همسرمون نامزد کردیم، ازدواج کردیم، فرزند تشکیل دادیم، فرزندهامون نامزد کردن، فرزندهامون فرزند به دنیا آوردن. بله. آقای ترامپ مطمئنین فقط نامزد کردین؟ آره، فقط ما نامزد میکنیم. یعنی همسر خب اصلا سوال من شما متوجه نمیشید، بعد میخواید شما رئیس جمهور آمریکا بشید. میگم هدفتون چی بود اومدید اینجا دوباره نامزد شدید؟ برای ریاست جمهوری نه نامزد کردین؟ نامزد برای ریاست جمهوری. خب میگم ما 40 سال پیش با همسرمون نامزد کردیم. آقای ترامپ شما چرا دوباره اومدید وارد عرصه انتخاباتی آمریکا شدین؟ اینجا نامزد ریاست جمهوری رو ما میگیم، نه نامزد همسر شما و خودتون. برای ریاست جمهوری شما. من فکر کردم نامزدی و همسری خودم رو میگید. واقعا یه تست سایکی باید از ایشون گرفت. من چجوری تایید صلاحیت هم نداره آمریکا. خب داشتید میفرمودید چرا اومدید نامزد شدید؟ زمان من ریال ایران 0 تومن بود. درسته الانم ریال ایران 0 تومنه، اما زمان من ریال ایران 0 تومن بود. اندکی تفکر مردم آمریکا. آقای ترامپ ریال ایران 0 تومن بود و الان 0 تومن هست. بله. فایده شما در این عرصه چیه آخه ما نمیفهمیم؟ مگه میشه ما نفهم باشیم شما آقا؟ خب نه، نگاه کن، زمان من ریال ایران خیلی ارزشش اومد پایین. درسته؟ ریال در زمان من بود که دلار آمریکا قوت گرفت، بازار جهانی رو در دست گرفت. چه ربطی داره؟ بله آقای ترامپ مشاهده کنید ایشون میخواد ریاست جمهوری آمریکا رو اصلا بگیره، اصلا نمیشه چنین چیزی. خب آقای ترامپ بریم واسه سوال بعدی. سوال اول رو که نتونستید ببخشید جواب دادین، بعد جواب دادین. آره. سوال دوم، شما صبح از خواب پا میشی توییت میزنی. بله. ظهر از خواب پا میشی توییت میزنی. بعد از ظهر از خواب پا میشی توییت میزنی. بله. ساعت 2 توییت میزنی. ساعت 2:30 توییت میزنی. ساعت 2:33 و 445 میلی ثانیه هم 446 میلی ثانیه احسن هم تاک میزنی. توییت میزنی. احسن. الان شما میخواید رئیس جمهور آمریکا بشید توییت بزنید یا میخواید رئیس جمهور آمریکا بشید کار برای این مردم انجام بدید؟ خب واقعا من نمیفهمم این توییتر چه داره. شما از چه زمانی وارد این توییتر شدید؟ اصلا چه کاری با مردم میکنید؟ من از زمان هخامنشیان در توییتر حضور داشتم. و حضور فعالانه در
توییتر داشتم از زمان هخامنشیان. آقای ترامپ دوستان میگن واسه مردم باید توضیح بدید، نه واسه بله، از زمان هخامنشیان ما در توییتر حضور داشتیم. از چه زمانی؟ از زمان هخامنشیان. از زمان هخامنشیان؟ بله. درست شنیدم هخامنشیان. 2500 سال پیش. بله، دوستان عزیز از پشت صحنه میگن اصلا اون زمان اصلا آمریکا وجود نداشت. درسته، آمریکا وجود نداشت، اما من ترامپ که وجود داشتم. شما ترامپ تو دوره هخامنشیان وجود داشتی. بله. بنده حضور داشتم و وجود داشتم، اما آمریکا وجود نداشت. بعدها که کریستوف کلمب با هم آمریکا رو کشف کردیم. بله ایشون نمیدونم یه تست دوپینگ از آقای ترامپ بعد لطف کنید بعد جلسه بگیرید. خب آقای ترامپ که نتونستن تا الان آقای ترتر به سوالات ما جواب بدن، واقعا نقش اساسی ایجاد کنن. میریم سراغ سال سوم. سالی که مردم از ما پرسیدن این بود آقای ترامپ، شما واسه بخش فرهنگی و بخش رسانه‌ای در کشور ایالات متحده آمریکا بله چه پلنی دارید، چه برنامه خاصی دارید؟ بنده میخوام در صدا و سیما شبکه‌ای رو بسازم که فقط عکس و ویدیوهای بنده رو پخش کنه. چرا؟ میدونی چرا؟ چون چه چسبیده به راه. نه، به خاطر اینکه هیچ کس در آمریکا از من قدرتمندتر نیست. نه ورزشکارش، نه فوتبالیستش، نه بازیگرش، نه هیچ مجری و سیاستمداری از بنده قوی‌تر نیست. خب آقای ترامپ، من به این سوال از شما دارم، شما نقش فرهنگیتون توی ریاست جمهوری چیه؟ میخواید چه پلنی رو اجرا کنید؟ بنده میخوام تغییری رو در آمریکا به وجود بیارم که مثل رهبر کره شمالی عکس بنده روی دیوار خانه هاشون باشه، فقط بنده رو بپرستن، فقط بگن یک کلام ترامپ و سلام. بله اصلا سلام. بله عکس شما رو فقط بپرستن، فقط عکس بنده رو منم گفتم واقعا گاو پرستی اشکالی ببخشید. گاو پرستی چیه؟ بله اگه اجازه هست سوال بعدی رو خدمت شما عرض کنم. سوال چهارم خدمت جناب عالی جناب آقای ترامپ عرض کنم. ببخشید نظر شما راجع به آب و هوا چیه؟ یه روز گرمه، یه روز سرده، یه روز برف میاد، یه روز بارون میاد، یه روز نمیدونم موج میاد، نمیدونم طوفان میاد، سیل میاد. شما واسه اینا چه برنامه‌ای داری آقای ترامپ؟ اینا چیه که تو میگی؟ اینا همش تو دستای منه. سرما، گرما، سرد شید، نمیدونم گرم شید، جمع شید، گم شید، سگ شید، اینا همش تو دستای منه. آره منه. سرما، گرما، سرد شید، نمیدونم گرم شید، جمع شید، گم شید، سگ شید، اینا همش تو دستای منه. آره واقعا من عصبانی میکنی تو. بله آقای ترامپ هستن، میخوان رئیس جمهور آمریکا بودن، میخوانم بشن. خب آقای ترامپ شما سوال بعدی میخوام خدمتتون عرض کنم. البته شما که سوال رو جواب هم نمیتونید بدید. برنامه ویژه شما برای حل شدن مشکلات اقتصادی کشور آمریکا و جهان و سرمایه گذاری اقتصادی چیه؟ میشه صحبت کنید راجع بهش بشنویم؟ ارز دیجیتال. چی؟ ارز دیجیتال. اینا همش تو دست منه. همستر، تبسوا، پیکسل ورس، اینا همش تو دستای منه. میخوام کاری کنم که مردم دنیا، مردم آمریکا ثروتمند بشن. این فکر منه. مردم میخوام شما ثروتمند بشی. من اومدم که صدای شما باشم. شما ثروتمند بشی. من اومدم که صدای شما باشم.
من اومدم که صدای شما باشم. آقای ترامپ، شما یه مصاحبه ازتون بیرون آمده گفتید میخوام کلا 100 نفر مردم ثروتمند تو کل جهان باشه. اصلا گفتید میخوام دنیا رو از آدم پاکسازی کنم. نه بابا این دروغه. من گفتم 50 نفر، فقط 50 نفر ثروتمند. ای بابا آقای ترامپ، این حرفا چه شما میزنید؟ شما میخواید کلا 50 نفر، کلا 50 نفر ثروتمند تو کل دنیا. میخواید بقیه رو بکشید تا رو مار کنید اگه نه؟ با بعد میگه برای مردم اومدم. من اومدم که صدای شما باشم. آقای ترامپ، بله 50 نفر بیشتر شما گفتید نمیخوایم وایسن. واقعا شما دارید واسه اون مردم نامزد شدین؟ شما واقعا آدم کثیفی هستید آقای ترامپ. ما داریم تلاش میکنیم که مردم ثروتمند بشن. گفتیم که ارزهای همستر، ارزهای تبسواب، ارزهای و غیر ارزها که بیش از 1000 تا هستن. خب چیکار میکنید؟ همش تو دستای منه. خب تو دستاتون که خالی آقای ترامپ. نه. میخواید با این ارزا چیکار کنید اصلا شما؟ الان تو دستام نیست. کجاتونه؟ الان خونه است. بعدا میاریمش تو دستامون. واقعا آقای ترامپ شما مردی که بیشوره. یعنی چه حرفایی که شما میزنید؟ شما واقعا شما مردی که یعنی چه؟ رئیس جمهور چابوکش نداشتیم. شما همونی نبودید با گلوله زدنتون. واقعا باید اونا هم کردن. اونا خواستن، شخصیت مهمی بودم که میخواستن من رو بکشن. واقعا باید همونجا حروم میشدی آقای ترامپ. واقعا من برای شما متاسفم. زنده تلویزیون شما چاقو میکشید آقای ترامپ. شما بازم میکشم، 100 بار دیگه هم میکشم. آقای ترامپ شما دیوونه ای. واقعا شعور بودن یک مجری در حد بودن یک مجری شخصیت ریاست جمهوری نداره آقای ترامپ. بله بنده اگر منتخب نبودم که مردم من رأی نمیدادند. اگر منتخب نبودم که مردم من رأی نمیدادند. بنده رأی منتخبم. شما بلندشید چند تا رأی میاری؟ شما بلندشید چند تا رأی میاری؟ من بلند نمیشم. اولا 4 تا آدم چیز مثل شما اومدن توی این کشور میخوان کشور رو به چالش بکشونن. این آقا با یک نقش مدیریتی ساده میخواد بیاد برای من ترامپ که کل دنیا زیر دستان من میچرخه رو میخواد بیاد اصرار کنه. ببین آقای ترامپ، از اسمتون هم معلومه شما راشن نداری آقای ترامپ. از برنامه من خارج کن. ولی که با این آقا مصاحبه نمی‌کنم. شما شعور بودن یک موضوع رو نداری. شما اصلا عددی نیست آقای ترامپ. بنده از برنامه ما آقای تایید کننده من دیگه نمیتونم باید صحبت کنم. این آقا از برنامه بنده رئیس جمهور منتخب مردم دولت آمریکا خواهم شد و برای این آقا خواهم داشت. اگر من این چاقو رو بعد از منتخب شدن مردم در شکم این آقا فرو نکردم، اینجوری اگر من در شکم آقا فرو نکردم ترامپ نبودم، نخواهم نیست. آقای ترامپ ببین شما منو با چاقو زدی در حضور ملت آمریکا. ببین به سلامه میکشونمت تو دادگاه عالی. ما این صحبت ها نیستیم. دادگاه لادن آقای برو بیرون. استودیو میده راه نمیدم. مردم آمریکا برو بیرون احمق. این آقای اسکول واقعا میخواد واسه ریاست جمهوری انتخاب کنید. همین آقا باید بذارم بکشتنش. احمق کثافتو. تا دیداری مجدد. خدا نگهدار.